خب اینجا جایی که قراره به جادو یاد بدم. آره تست کن. آفرین خوبه. یکی دیگه هم دارم عکس فکس داره، بکنم فکس احضار میکنه. آره احساس ببین دراگون استایل، من اومدم تو رو بکشم، این خیانت کن. تمارین رو تونستی به خوبی تموم کنی. واسه تمرین بیشتر و بری یه آزمون بدی. چه آزمونی؟ آزمون رو بری پیش فرمانده ببینیم آزمون چی تعیین میکنه برای ما. بریم آقا بریم. آروم بیا با آرامش. عجله اونقدر نداریم. شدم. از این از اون تزیین بکن جلوی ملکه. فرمانده سلام علیکم. آقا این تمریناتشو به خوبی گذرون، عالی بود. واسه تمرین بیشتر بعد بهش آزمون بدین. لطفاً آزمون مورد نظر رو تعیین کنین برای ایشون. پس یک مأموریت ساده بهت میدم. اگه از پس این مأموریت بر اومدی میتونی آموزش های پیشرفته تر ببینی. مأموریت ساده. سخت‌تر بهش بده. خب یک کسی با لقب شکارچی اژدها بین مردم معروف شده. شکارچی، ولی داره از ما دزدی میکنه. تو اینجا قایم شده. حالا که تو مأموریت میخوای برو و اونو بکش. بس بریم دیگه. بریم برای مأموریت. ما چرا اینجاییم؟ اینجا کجاست؟ آقا اینجا میخوایم برای مأموریت شما اسلحه و زره جور کنیم. اینجا اسلحه میفروشیم. صحیح. خب اینو که من واسه میخرم. خب یکی جادوگر ماست دیگه. صبح و شب اونو یکی کرده. بفرما. فعلا امروز من واسه چیز میکنم. بدن آرمورا رو بهم برگرد. بذار من این آرمورامو بپوشم. آقا آماده دیگه. من میرم برای مأموریت. دارم بالاخره میرسم. 210 متر. چرا باید همچین دروگون اسلام من ازش هنگ کردم؟ میتوانم من بایقم هم بردارم. بریم. چه قلعه ای! با جاسوسی نفوذ کنم داخلش. یه چی دارم اونجا میبینم. یواش. اوف یا خدا. ببین دراگون اسلاید، من اومدم تو رو بکشم. ای خیانتکار، از قلعه ما دزدی میکنی؟ بچه جون میدونی داری با کی حرف میزنی؟ یا اول ببین من اومدم تو رو بکشم، به نفعت تسلیم بشی تا به رحم کنم. پس خونت گردن خودت. بیا جلو بینم داری با کی اونجا؟ یا اول فصل. خیلی قوی لامصب. سپرم نزدیک میشه. آی نیا
وقتی انگار ضرباش سمیه. لوچه خری هیچیش نمیشه. آها تمام. راهه چیه؟ ها؟ حالا دشمن مکبه ها؟ عادی راه مخفیه. یک چست. اینا چیه؟ اینا رو به عنوان غنیمت واسه خودم برمیدارم که به شمشیر تحویل اونا بدم. بذار برم پیش اون استاد روح. برم پیش استاد روح. من رو پیش خود باید کار دارم. اون آخرین مکالمه من یادمه. قرار شد بیام پیش یه چیزا یاد بگیرم. استاد روح. حاجی من کجا؟ بس سلام بر استاد روح. حالتان چطور است؟ خوش اومدی. منتظر بودم ببینم کی یاد من میافت. بله. میگم من یک سری چیزای عجیب بر من پیدا کردم. برام سوال این چیه؟ این قضیه، این کتابه، اینا چیه؟ این کتابی هست که جادوها درونش قرار میگیره و اون ورقه ها هم جادو هستن. چقدر عجیب. نگران نباش، فرقه بهت آموزش خواهد داد. آموزش کار با اینا رو میگم. من با اون من سر یک مأموریت بودم. خیلی یارو قوی بود. اومده بودم یه دونه خیانتکار بکشم. مبارزم خیلی بیش از حد طول کشید. سلاحام خیلی ضعیفه. سلاح قوی جای سراغ نداری؟ پس من بهت یک سلاح افسانه‌ای نور میدم. سلاح افسانه‌ای نور عجیبه. فقط یادت باشه این سلاح رو به کسی نشان ندی. فقط مواقع حساس استفاده کن. مهارت این سلاح تو ذهنته. علاقه سلاح ندادی. خدا حافظ تا دیدار بعدی. بعدم ببینمت بهت میگم فاجعه چیه. آخه عجیبه هیچ سلاحی نیومد دستم. به من نداد. بکنم این سلاح تو مواقع نمیدونم. سلاح افسانه نور هست با من آسان نمیکنه. هیچ نیومده. ولش. برمیگردیم به سمت فرقه. خب آقا برگشتیم. سلام بر استاد. سلام. آقا مأموریت انجام شد. یارو رو شکست دادم. خوبه. غنیمت هم به دست آوردم. خوبه. هرچی غنیمت داری لطفا بده. چرا؟ بیا. چرا نداره دیگه؟ سپری، شیل، زرهی، چیزی نداد؟ همین فقط. عجیبه. حالا اون تمرینای پیشرفتی حالا چیان؟ آزمون تونستی. تمرینای بعدی رو الان میگم. رفیق، استاد جادو بیا. اومدم دوست عزیز اومدم. رفیق دوران همیشگی و ابدی. دلم به حالت. کجایید؟ آقا این بغل. اومدم. چرا میگی تو صورت من؟ خوبی؟ ایشون دانش آموز جدید از یک روستای دیگه اومدن. خب برای آموزش‌های مخصوص. آموزش‌های من تموم شد. نوبت آموزش‌های جادوگری و نوبت شما. عالی. آماده است دیگه. بله، فول تجهیزات. خوبه. من به شروع کنم آموزش رو. بله. دنبالم بیا. بله استاد.
بیا دنبالم. چی بود؟ بله اومدم. تو دیگه کجا رفتی؟ یه بالا بیا بالا. خب اینجا جایی که قراره بهت جادو یاد بدم. خب بله. اول بگو ببینم چقدر درباره جادو میدونی. جادو کارهایی که یه آدم عادی نمیتونه انجام بده. اوه فقط خوبه، دلیل. همین که بدونه خوبه، خیلی خوبه. اول من میخوام به ساخت قدرت رو یاد بدم. دنبالم بیا. بله این وسیله‌ای که اینجا میبینی روش کلیک کن ببین. بله اینجا ما نیاز به چند تا چیز داریم که من اینا رو بهت میدم. بیا بگیرش. چند تا کاغذ نیاز داری. کاغذ رو جفت پیش خودت. باش خب همش بیا اینا رفت بگیر. دست خودتا. اینا همش داری. کاغذ و چیز رفت دست خودتون. کاغذ. آها. بله بذارمشون اینجا. خب قرارش بده. دو تا اینجا چیز شما- اینجا باز شد. اینجا اینا قدرت هایی که میخوای روی کتابت بندازی بعدشون استفاده کنی. حالا به سلیقه خودت میتونی انتخاب کنی کدومشو میخوای. این لیزر توره. خب حله. این شد. حل. بیا یه دونه دیگه هم بساز. بهت دادم. از اون معجونا میخواد. حل. یکی دیگه هم بسازم. همونو یه جادو دیگه. یه جادو دیگه بساز. آره. درسته؟ بله خب بیا اینجا ما اینجا کتاب‌های مختلف رو می‌بینی نگاه بنداز بر ندار. بله دیگه خب، من یک من اینجا کتاب هم از قبل داشتم. کتاب داری از قبل. خب ببینمش. اینا برام بندازش. بفرما. خب انگار یه 3 تا با جادو این توش اینجا داره. 3 تا جادو ایووکرینو داره. آره 3 تا جادو داخلش هست. خب بیا کتابتو بگیر. برش دار. خب روی این بزن. روی این میز اینجا. درسته؟ داخل اینجا اون کاغذی که بهت داده بذار پایینش درسته؟ و علامت بازور بزن روی کتابت میفته قدرت جادویی. افتاد. خب اون یکی هم بنداز. بله خب حالا کتابت بگیر دستت. صحیح. خب بذار داخل جیب سمت راستت. آها آفرین. خب حالا چون که سطح ابتداییه من قصد ندارم به تو الان بهت حیوان شخصیتو بهت بدم. خب الان سطح ابتداییه. اومدی؟ بیا. بله خب الان تو باید سمت چپ یه قدرت‌های ببینی درسته؟ 5 تا قدرت داری فکر کنم. بله درست؟ خب درسته. تو اونایی که میخوای از قدرتی استفاده کنی باید صفحه مورد نظر همون قدرت رو باز کنی تا ازش استفاده کنی. خب برای استفاده از قدرتت نیاز به یه چوب جادویی داری که من اونو بهت میدم. بگیر. درسته. خب منم دارم. درسته. اجرا خب کنم. تو نباید سعی کنی با این مثلا ضربه بزنی. اصلا سعی نکن با ضربه بزنی. سعی کن تمرکز کنی روی صفحه کتاب و از قدرتت استفاده کنی. عین من. آفرین. جادو برگه تست کنم. آره تست کن. آفرین. خوبه. یکی دیگه هم دارم.
عکس وکس رو داره، فکر کنم وکس احضار میکنه. آره قدرت های مختلفی وجود داره. خب و من به تو فعلا سایه ترینش رو به تو دادم تا کمی پیشرفت کنی قدرت و جدیدن بهت یه که مأموریتی بهمون بدم. دادی؟ آره همشون تست. عجیبه. پس درست. خیلی چیز باحالی جادو. خب الان بزن قدرت های از قدرت سیاد استفاده کن. آها الان کن. الان برات چیه؟ اینجور افکت. آروم باش دوست عزیز، آروم باش رفیق، آروم آروم. خب نکن، من الان به تو جادوهای معمولی رو دادم. خب درست. و فعلا من جادوهای پیشرفته رو ندادم و به چوب دوران جوونی رو بهت دادم که الان دستته. چوب اولی هم بود که باش جادو کردم. درست. خب با این الان قدرتایی که داری، خب من میخوام به تو یه مأموریت بدم. صحیح.